به نام خداوند بخشنده و مهربان. رسول الله صلی الله علیه و سلم روز وارد مسجد شد و دید که مرد چنین دعا می کند و می گوید: اللهم اینی اسألك یا الله الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ان تغفر لي ذنوبي انك انت الغفور الرحيم. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الكلمات وقال: غفر له غفر له غفر له. معنای دعا این است: بار الها، من از تو می پرسم ای الله که یکتا است، بی نیاز است، تولد نکرده است و تولد نشده است و هیچ همتا و مانند ندارد، این که گناهان مرا ببخشی و درستی که تو بخشنده و مهربان هستی. با شنیدن این کلمات رسول الله صلی الله علیه و سلم تعجب کرد و سپس گفت: الله تعالی او را مغفرت کرد، الله تعالی او را مغفرت کرد، الله تعالی او را مغفرت کرد. 3 بار این را گفت رسول الله صلی الله علیه و سلم. علما می گویند که این نام اعظم الله تعالی است و هر دعایی که با این نام انسان بکند ان شاء الله امید است که الله تعالی دعایش را قبول کند. بار دیگر دعا را تکرار می کنیم: اللهم اینی اسألك یا الله الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. و سپس هر چی می خواهد از الله طلب می کند: ان ترزقنی و ان تعافینی و ان تغفر لی و ان ترحمنی. این که الله تعالی مرا رزق بده، مرا سلامتی نصیب بگردان، گناهانم را ببخش، مرا رحم بکن و هر چی از الله خواست دعا می کند و طلب می کند. سخن در مورد تعلیم قرآن برای فرزندان. اگر که میلیون ها در مکتب های خارجه برای فرزندانت صرف کنی هم، در روز قیامت، در آن روزی که همه از همدیگر می گریزند، فرزند تو هم از تو می گریزد. اما اگر او را حافظ قرآن بگردانی، در آن روز برعکس تو را جستجو می کند تا اینکه تو را یابد و تو تاج را بر سر بکنی. خداوند فرزندان ما را حافظ قرآن بگرداند. آمین. امیدوار هستیم در دعای خیش ما را فراموش نکنید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.